नाम थामे वो आता है अज़ादार। हाँ मजलिस मातम में ही रहता है अज़ादार। माँ बाप हुसैनी हो तो बनता है अज़ादार। मौला ये तुम्हारा है अज़ादार। सिलसिला सिलसिला ये अज़ा का सिलसिला, राबता राबता करबला से राबता, गूंज रहा है बस एक नाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्या खूब संवारा है, सरकार के आंगन में उतारा है, हर कौम की आंखों का सितारा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब्बीर का दिल देखे जरा देखे जमाना, वल्लाह कहा था जो वही करके दिखाया। खुशनुदी یکی شأن زنان و دیگری حقوق زنان، اینا باید مطرح بشه. شأن زنان در اسلام خیلی شأن والا و بالایی است. اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه، این اولین حق زنانه. این باید تأمین بشه. در اسلام کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی ترین عناصره. پیغمبر می‌فرماید المرأة ریحانتون، ریحانه یعنی گل، زن در خانه گله و لیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست. شما بگید چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو نکردی، چرا خونه تمیز نیست، لیست به قهرمانه. ریحانتون گله، گلو باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. اینجوری نگاه میکنه اسلام به زن. در خانه